یو گایز، خوش اومدی به یه ویدیو جدید با آرتیکا. امروز همونجوری که مشاهده میکنید خارج از ووال عادی کانال گیمینگ، من براتون میخوام آنباکسینگ کامرای جدیدی که گرفتم رو براتون انجام بدم. مدل این کامرا سونی ZV-E10L. چرا L؟ چه فرقی اولش بگم که L با E10 معمولی چه فرقی داره. E10L فقط به خاطر اینکه داخلش یه دونه ابجکتیو یا لنز داخلشه و همچنین یه دونه مموری کارت و یه دونه هم کیف مخصوص دوربین، به همین خاطر یه دونه L اضافه شده و الا هیچ فرقی با E10 معمولی نداره. E10 معمولی اینا رو باهاش نیست. همین دوربین 24 مگاپیکسلیه، کراپ سنسوره و در حالت 4K 24 فریم بر ثانیه و 30 فریم بر ثانیه میتونه فیلم برداری کنه و در حالت 1080p میتونه تا 120 فریم بر ثانیه فیلم برداری داشته باشه. اتو فوکوس و همچنین تشخیص چهره و چشم قوی داره. همچنین یه دونه میکروفون 3 کپسوله خیلی خوش کیفیت هم روشه که همونجوری که مشاهده میکنید ددکت یا به اصطلاح بادگیر هم روشه. عرضم به حضورتون دکمه زوم داره. مثلا الان من اینجا یه دونه دوربین چیز دارم، به اصطلاح آلفا 6300 ولاگامو معمولا با این درست میکنم. این دکمه زوم نداره. همچنین خیلی راحت میشه مثلا زمانی که داری باهاش کار میکنی تنها با یک دکمه از حالت عکس بری رو حالت فیلم برداری، یعنی دوربین فیلم برداری، و یا بری رو حالت سلومیشن یا فستمیشن. همچنین دارای ورودی میکروفون و خروجی هدست هم هست. ما کم کم شروع کنیم به آنباکسینگش و در طول همین که من دارم آنباکسینگ میکنم توضیحات بیشتری هم به شما میدم. کیف مخصوصش که تو جعبه باهاشه، یه دونه مموری کارت 32 گیگابایتی، اینم خود دوربین. لنزش هم لنز SELP 1650 است، لنز مخصوص سونیه. اینم که لازم نیست داخلش که باز کنیم، داخلش چیز خاصی فکر نکنم باشه، هیچی. داخلش همینجوری معمولی یه دونه هم دفترچه داخلشه، دفترچه خود چیزه. اینا رو من دارم، لازم ندارم که اینا رو دیگه نشون بدیم. میرسیم به خود باکس دوربین. باکسشو باز کنیم ببینیم چی توشه. این که جعبه گشایی خودش به این شکل، دفترچه که من هیچ وقت حوصله خوندن اینا رو ندارم. نمیدونم شما بنویسین برام ببینم شما حال دارید اینا رو بخونید یا نه. عکس و مکس هم نداره دیگه آدم نگاش کنه. از ریزه هاش شروع کنیم. اینجا ما ددکتشه که جو گذاشتیم. این ددکت یه دونه کاب و بازم کاب. اینم که شارژر باتریشه. اینم خود باتری اورجینالش. یه دونه کابل USB تایپ C، یه دونه بند دوربین و اینجا هم که خود دوربینو داریم. زاویه‌های نزدیکتر نشونتون بدم. این قیافه دوربینه. دوربین خوش دستیه. خیلی کوچیک و ریزه میزه است. یعنی نسبت به این 6300 اگه نگاه کنید معلومه خیلی تفاوت آنچنانی ندارن، تقریبا شبیه هم. یه ذره 6300 یکم بزرگتره. اینجا دکمه روشن خاموششه، اینم واسه رکورد ویدیو، اینم که برای رکورد عکاسی. اینم که گفتم زوم داره، زومش به وسیله این میشه زوم کرد، تصویر رو زوم کرد. همونجوری که اینجا میبینید یه دکمه اضافی داره. این دکمه کمک میکنه که راحت تر مثلا پس زمینه رو بلور کنیم و همچنین میشه رو حالت پروداکت شوکیس بذاریم که زمانی که مثلا من میخوام یه شوکیسی کنم و یه پروداکتی رو شو کنم، مثلا زومش فوکوسش رو همون پروداکت نگه داره. عرضم به حضورتون باز اینجا ما یه دکمه داریم. این دکمه در 3 حالته، یعنی حالت عکاسی، حالت فیلم برداری و همچنین فست و سلو میشن. و پشتش هم اگه نگاه کنید تعداد دکمه داره. دکمه مثلا تنظیمات و ایناشه. نسبت به دوربینایی که به اصطلاح حرفه‌ای ترن، سری 7 و به اصطلاح اینا، خیلی دکمه‌اش کمتره. یعنی عملاً ما یه کمی کمتر دسترسی به تنظیمات رو داریم از طریق دکمه‌ها. همش باید وارد منیو بشیم. این یه نقطه ضعفیه، ولی واسه دوربین به این کوچیکی که ما فقط می‌خوایم باهاش ولاگ درست کنیم چیز خیلی عالیه و نسبت به قیمتش هم خیلی بهتر نسبت به دوربینای دیگه. اسکرینش رو اگه نگاه کنید مثلا در چند حالت ما میتونیم ازش استفاده کنیم. میتونیم کاملا خم به این شکل هم، یعنی به هر سمت میچرخه. این خودش یه نقطه قوته. ما هر شکلی میتونیم با این اسکرینش کار کنیم. این برای ولاگ گرفتن خیلی عالیه. برای نمونه من یه نمونه بهتون بدم. همین A6300 ما تنها در این حالت کشویی داریم.
بیشتر از این نمیشه. برای ولاگ گرفتن یکم کارمون رو سخت میکنه، ولی نسبت به فیلم برداری بازم کیفیت فیلم برداری این از این بالاتره، ولی عکاسی این از این بالاتره. ما اینو که لازم نداریم. اینا رو هم جمع کنم. نقطه ضعف دیگه ای که داره این دوربین اینه که IBIS نداره، یعنی این بادی ایمیج استابیلایزر اینو نداره، ولی به درد ما زیاد نمیخوره. این داره ولی این نداره دیگه. این IBIS به درد زمانی میخوره که ما داریم عکاسی میکنیم، یعنی زمانی که ما داریم شات میگیریم، به اصطلاح شاتر به کار میفته، اون زمان لرزش کمی رو میگیره، به درد عکاسی میخوره. و همچنین ویو فایندر نداره و اینکه فلش هم نداره که این داره ولی اون نداره. این هم یه نقطه ضعف دیگه است. همونجوری هم که گفتم دکمه های خیلی کمی داره برای تنظیمات و اینا، ولی میشه از داخل منوش همه کارا رو انجام داد. جنسش هم که کاملا، اگه از جنسش بگیم، کاملا پلاستیکی. البته فکر کنم A6300 جلوش پلاستیکی نیست، ولی این کاملا پلاستیکیه. اینم بگم دوربینی هم که الان دارم من باهاش ضبط میکنم آلفا 5100 که به عنوان یه وبکم دارم ازش استفاده میکنم. و حالا یه کمی از قدرتاش هم بگیم دیگه. یه چند تا حسن دیگه هم که داره، یه نرم افزاری داره به اسم کاتالیزر. فکر کنم کاتالیزر اسمش. اون نرم افزار رو وقتی که مثلا ما داریم فیلم برداری میکنیم به واسطه جیروسکوپی که داخل دوربینه خیلی خوب میتونه اون لرزش ها رو بگیره و همچنین قیمتش خیلی پایینه. قیمتش هولوش مثلا بگیم با این سری الش 800 یورو در میاد، نسبت مثلا به یه دوربینی که در همین حد باشه مثلا 6600 آلفا 6600 فکر کنم بالای 1400 یورو قیمتش باشه، ولی کیفیت فیلم برداری این از اونم بالاتره برای ولاگ. همچنین به وسیله این میشه لایو استریم گذاشت که این خودش خیلی حسن خوبیه و من اینو بیشتر گرفتم که از اون لایو استریم استفاده کنم و ولاگ های خیلی قشنگ و جذابی رو برای شما آماده کنم. البته تو کانال دومم که با خانمم اونجا راه اندازی کردیم. شما میتونید نمونه کیفیت ویدیو این دوربینو هفته دیگه ببینید. هفته دیگه یعنی نمیدونم الان که دارم ضبط میکنم میشه هفته دیگه قراره یه ولاگ خیلی جذابی رو براتون آماده کنم. اون ولاگ رو با همین کامera میخوام بگیرم و شما میتونید نمونه تصویرش رو اونجا ببینید. و همچنین همونجوری هم که گفتم به درد عکاسی زیاد نمیخوره، به خاطر عکاسی این خوب نیست، ولی برای کسی که میخواد ولاگ درست کنه واقعا دوربین خوبیه، ولی به درد عکاسی نمیخوره. یعنی کیفیتش بد نیست ولی اون چیزی نیست که انتظار از دوربین مثلا دوربین دارین. دوربین حرفه‌ای هم حساب نیست، تاپ سنسور دیگه همونجوری هم که گفتم، ولی نسبت کیفیتش خیلی خوبه. ببینیم میتونیم یه تصویری ازش بگیریم یا نه، نشونتون بدم. همونجوری که میبینید از این قسمت میشه مموری کارت و همچنین باتریشو وارد کرد. راستی یادم رفت اینجا ما چند تا ورودی داریم. یکیش که ورودی USB تایپ C، یکیش هم که ورودی مینی HDMI است، یکی هم که خروجی هدسته و این بالا هم ورودی میکروفون داریم. روشنش کنیم ببین. من بیام یکم از نزدیکتر نشون بدم. این نمونه کیفیت تصویرشه، ولی شما میتونید دیگه کیفیت ویدیو اصلی رو از همون ولاگی که گفتم تو کانال دوممون که میتونید لینک کانال رو توی دیسکریپشن پیدا کنید و نمونه کیفیتش رو ببینید. ممنون که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کردید. امیدوارم همیشه شاد و سربلند باشید و جیباتونم پر از پول. اینم میخوام قبل بستن ویدیو بگم یه مدت من ویدیو نمیذارم، دلیلش هم اینه که گوش سمت چپم یه مشکلی پیدا کرده، نمیتونم از هدفون استفاده کنم و زمانی هم که من میخوام رکورد برای گیم پلی بزنم حتما باید از یه دونه هدست استفاده کنم و متاسفانه این کارو نمیتونم انجام بدم. امیدوارم که زودتر گوشم به حالت قبلی برگرده و بتونم ویدیوها خیلی خوبی براتون درست کنم. ممنونم که تا آخر این ویدیو منو همراهی کردید. امیدوارم همیشه شاد و سربلند باشید و جیباتونم پر از پول. بای بای.